همسر شاهزاده ولز. واو، چه لقب زیبایی به کیت میدلتون دادم. خیلی بهش میگن سیندرلا. آخه واقعا داستان شبیه قصه ها میمونه. پسر پادشاه میاد عاشق یه دختر معمولی میشه. از سال 2001 کیت میدلتون و پرنس ویلیام با هم آشنا میشن و یه چیزی حدود 10 الی 11 سال طول میکشه که پرنس ویلیام تصمیم میگیره که دیگه دلو به دریا بزنه و بره با کیت ازدواج بکنه. 11 سال پرفراز و نشیب، یعنی 600 700 500 بار اینو کات کردن و به هم برگشتن. اون ملکه انگلیس که روحش شاد باشه خیلی آتیش بیاره ملکه بود و نمیذاشت دوتا با هم دیگه برسن. و در نهایت در سال 2011 در یک کلیسای بزرگ با حضور تمام افراد معروف و سرشناس در کلیسای وستمینستر مراسم ازدواج کیت و ویلیام برگزار شد. اون روز که این مراسم رو به صورت لایو از تمام رسانه‌ها و شبکه‌های خبری معتبر پخش می‌کردن، من می‌دیدم، مامانم می‌دید، بابا می‌دید و جد و آبادمون زلیده بودیم به تلویزیون و داشتیم مراسم عروسی سیندرلا رو نگاه می‌کردیم و تخمین زدن نزدیک به 300 میلیون، خیلی ها، 300 میلیون آدم به صورت زنده اون روز داشتن مراسم ازدواج کیت و ویلیام رو می‌دیدن. قبل از اینکه بریم ویدیو رو ببینیم، من بتی هستم و به چنل خال زنکی اکسیژن که حواشی سلبریتی ها رو پوشش میده خیلی خوش اومدین و اگه دوست داشتید و تا آخر ویدیو با من همراه بودین و عیب و ایراد و کم و کسری نبود، خیلی مرام معرفتیه که سابسکرایب کنید منو و اون زنگوله کنارش رو بزنید تا هر وقت من یک ویدیویی در چنلم آپلود میکنم شما ازش با خبر بشید، با لایکاتون، با کامنتاتون، حتی اگه منفی باشه منو کلی خوشحال کنید و مثل بمب انرژی به انگیزه بدید. کیت میدلتون چند روز پیش یک ویدیویی از خودش منتشر کرد که با خانوادهش به یه جای سرسبز و زیبا که شبیه بهشته دارن عشقولانه در بر میکنن و اونجا داره میگه که این دوران سخت شیمی درمانی تموم شد و کلا سرطان از بدنم بیرون رفت و من تونستم سرطان رو نابود کنم که یه دست به افتخارش بزنید. واقعا کار شاخیه و اینکه خدا رو شکرگزارم که پاییز امسال رو با خیال راحت میتونم کنار بچه ها و همسر عزیزم باشم. با من همراه باشید که کلی ویدیو جنجالی و جذاب براتون آماده کردم. خیلی سخته که تو زن ولی عهد پادشاه انگلیس باشی و سرطان بگیری. دل کندن از یک زندگی رویایی که شبیه زندگی فیلم ها میمونه با اون همه بریز و به پاچ و نوکر و مقام و منصب برای کسی مثل کیت میدلتون همسر پرنس ویلیام خیلی سخت. قبل از اینکه بریم راجع به تراژدی تلخ سرطان کیت میدلتون و اینکه چقدر حاشیه و جنجال راجع به سرطانش ایجاد شد به صحبت بکنیم، بذارید قبلش یه فلش بک بزنیم به اینکه چون خیلی حتما کنجکاوم بدونن که اصلا این دوتا چجوری با هم آشنا شدن و تقدیر اینا چجوری سر راه هم قرار داد. داستان از اینجا شروع میشه که تو یک فشن شویی که برای مراسم خیریه بوده کیت میدلتون تصمیم میگیره تو این فشن شو شرکت بکنه. ویلیام هم تو همون دانشگاه بوده و از قضا تو اون فشن شو میره و به عنوان تماشاچی میشینه روی یکی از این صندلی. وقتی که کیت توی این فشن شو حضور پیدا میکنه یک لباس توری بدن نما درش میکنه که خب خوش اندام و خوش هیکل بوده، زیبا هم که بوده و وقتی ویلیام کیت رو میبینه تو همون نگاه اول عاشق کیت میشه و یک دل نه صد دل عاشق. واقعا در یک نگاه
وجود داره. اینکه چجوری رفته به کیت پیشنهاد داده خیلی روایت‌های زیادی وجود داره و کاملا مشخص نیست و منم نمیتونم از خودم یه چیزی در بیارم بعد بیاین تو کامنت ها بگین اشتباه گفتید. ولی کلا ما دوست میشن دیگه، دوست میشن و سعی میکنن که دوستیشون پنهانی ادامه بدن به خاطر حواشی و قوانینی که در دربار سلطنتی وجود داشته و کلا اینا یک چیزی حدود 2 سال و مخفیانه با هم در ارتباط بودن. حتی 2 سال میرن با هم همخونه میشن که این خیلی برای من عجیبه که چجور پسر پادشاهی که اینقدر ثروت داشته تو کاخ واکینگهام زندگی میکرده چجوری میره با کیت تو یک پانسیون خیلی کوچیک که 1 نفر دیگه بوده و در واقع 3 نفر بودن همخونه میشده، اونم به مدت 2 سال و خلاصه 2 سال با هم دیگه شب و روزشون رو سر میکردن تا اینکه تصمیم میگیرن برن سوئیس برای خوشگذرونی و اسکی که اونجا پاپاراتزیا مچ این دوتا رو میگیرن، یه عکسی از اینا میاد بیرون و داستان عشق اینا لو میره دیگه. از اون روز به بعد خبرنگارا، پاپاراتزیا، عکاسا کیت میدلتون رو ول نمیکردن و هر جایی که کیت میرفت مثل سایه دنبالش میرفتن. وقتی که قضیه فاش میشه دربار سلطنتی به شدت واکنش تندی نشون میده و ویلیامو تحت فشار قرار میده که الا بلا باید با این کیت که یک عوامزاده است کات بکنی و ملکه بهش میگه پدر سوخته، من این همه دخترای خانواده‌های مهم رو برای تو انتخاب کردم که تو بلند شی بری با یه عوامزاده، حالا اینو از خودم میگم پدر سوختشو، و ویلیام هم خب مجبور میشه تحت این فشار رو با کیت کات بکنه. اما اینقدر عاشق کیت بوده و خاطرات زیبایی با هم ساخته بودن که نمیتونه تحمل کنه و بعد از چند ماه دوباره به کیت برمیگرده. خلاصه 500-600 بار اینا کات میکنن به خاطر همین فشارها و حواشی که براشون ایجاد شده و چند بار خود کیت کات میکنه، چند بار ویلیام و چند بار با هم تصمیم میگیرن که جدا بشن. یه نکته خیلی جالب بهتون بگم، اونم اینه که درسته که رسانه‌ها و مردم انگلیس خیلی بدجنسانه کیتو قضاوت میکردن و بهش میگفتن عوامزاده، اما در واقعیت اینطور نبود، به خاطر اینکه وقتی که کیت 2005 تحصیلاتش اتمام پیدا میکنه تصمیم میگیره که همراه پدر مادرش یک تجارت و بیزینس خانوادگی راه بندازه. به قدری توی این بیزینس موفق میشه و پاره وقت و فول تایم و تمام وقت تمامش رو میذاره روی این کار که بیزنسشون به شدت موفق میشه، طوری که برآورد زدن در سال 2007 که یه چیزی حدود 10 میلیون پوند ثروت خالص داشته و در واقع 10 میلیون پوند خیلی پول زیادیه و نمیشه به کیت گفت عوامزاده. کیت یک زن ثروتمند و موفق و کارآفرین و خیر خوبی بوده. اما خب اگه بخوایم مقایسه بکنیم با ثروت افسانه‌ای پسر پادشاه انگلیس، خب واقعا مثل قطره‌ای از دریا میمونه. اینجا یه استاپ کوچولو بکنیم چون یه سوال چالشی دارم ازتون و خیلی دوست دارم که جوابشو تو کامنت ها برام بذارید. اونم اینه که آیا دوست داشتید جای کیت میدلتون بودید؟ یا اگه یک همچین شباهتی، حالا نه مثل پسر پادشاه انگلیس، یک پسری که خیلی ثروت افسانه‌ای داشت یا برعکس دختری که خیلی ثروت افسانه‌ای داشت، آیا ریسک این رو میپذیرفتید که باش وارد رابطه بشید یا پیمان زناشویی ببندید و حواشی و فراز و نشیب‌ها و قضاوت‌های تلخ که به شما میزنن رو تحمل بکنید، یا نه ترجیح میدادید یک زندگی امن و ساده و بدون حاشیه داشته باشید؟ رابطه کیت و ویلیام یه چیزی حدود 11 سال که خیلی زیاده طول میکشه و دیگه رسانه‌ها علاوه بر اینکه مسخره میکردن کیت و بهش میگفتن عوامزاده، از یه دیدگاه دیگه اونو مورد تمسخر قرار میدادن و بهش میگفتن کیتی ویتی، یعنی کیتی که منتظر ویلیام بهش پیشنهاد ازدواج بده و در نهایت به غیرت ویلیام
برمیخوره و در سال 2010 در سفر مشترکی که با کیت داشته در کنیا و میخواستن کورس خلبانی ویلیام رو جشن بگیرن، ویلیام کیت رو سورپرایز میکنه و از کیت خواستگاری میکنه و در نهایت در همون سال 2010 جشن نامزدیشون برگزار میشه و ویلیام حلقه پرنسس دیانا مادر مرحومش رو در انگشتان کیت. بعد از ازدواج لقب کیت میدلتون تبدیل شد به اعلی حضرت دوشس کمبریج. او مای گاد. و وقتی هم که ملکه انگلیس الیزابت فوت کرد لقب کیت تغییر کرد و شد اعلی حضرت پرنسس ولز. باز بگیم او مای گاد. سال 2011 ازدواج میکنن و تصمیم میگیرن محل سکونتشون همون دربار و کنار خاندان سلطنتی باشه. اما در سال 2013 موو میکنن و نقل مکان میدن به یک آپارتمان اختصاصی 4 طبقه که دارای 20 اتاق خوابه در کاخ باکینگهام که هزینه دکوراسیون اون آپارتمان هم سرسام‌آور بود و هم زمان زیادی نزدیک به 18 ماه طول کشید. در قسمت آخر بایوگرافی کیت و ویلیام اینو باید اضافه کنم که 3 فرزند حاصل این ازدواج، پرنس جورج، پرنسس شارلوت و پرنس لویی که در سال 2018 به دنیا آمد. الانم که پرنس چارلز پدر ویلیام هم سال خورده است و سن زیادی داره و هم مبتلا به سرطان شده و گمان زنی ها بر اینه که ممکنه که پرنس چارلز از سمت خودش کناره گیری کنه و تاج و تخت پادشاهی به پرنس ویلیام برسه که بعد از اونم ولیعهد میشه پسر اول ویلیام یعنی پرنس جورج. در ژانویه 2024 که همین امسال بود وقتی که غیبتش طولانی شده بود اومدن اعلام کردن که تحت عمل جراحی شکمه و در 22 مارس همین سال که گذشت گفتن که کیت مبتلا به سرطان شکمی شده و این واقعا خیلی خبر شوکه کننده ای بود و 2 روز بعد از این که اعلام کردن که کیت دچار سرطان شده و خود کیت هم اومد یک ویدیوی منتشر کرد و تایید کرد که دچار یک نوع سرطان در داخل شکمش شده، پدر شوهرش هم مبتلا به سرطان پروستات شد یعنی پرنس چارلز پدر ویلیام و این 2 خبر شوکه کننده باعث شده بود که تمام رسانه‌ها و خبرنگارا این سال رو خیلی پوشش بدن که چطور ممکنه 2 نفر از اعضای خاندان سلطنتی همزمان دچار سرطان بشن و شاید یک تئوری توطئه وجود داره و کلا انگار که دربار و این کاخ سلطنتی چشم خورده بود. هنوز مدت زیادی از زمان فوت ملکه انگلیس الیزابت که دیگه داشت عمرش عمر 9 میرسید نگذشته بود. سال 2020 هم که پرنس هری اومد یک حرکت تابوشکنانه کرد و گفت من دیگه نمیخوام مثلا پرنس باشم، عنوان سلطنتی رو ازم بگیرین و جدا شد از دربار سلطنتی همراه با زنش مگان و کلا همش خبرهای بد و بد و بد. اینجاست که باید به چشم و زخم اعتقاد پیدا کرد. سرطان کیت خیلی حواشی زیادی داشت، از جمله اینکه خب یه مدت طولانی غیبت کرد و وقتی که غیبت کرد باعث شد دیگه تمام رسانه‌ها و حتی مردم به خصوص تو شبکه اجتماعی ایکس یا توییتر سابق در اینستاگرام در تمام پلتفرم‌ها بگن که کیت مرده و زنده نیستش و حتی شاید کیت دچار تئوری توطئه شده. در شبکه ایکس یا توییتر سابق هشتگ میزدن که where is the Kate، یعنی کیت کجاست و خب این غیبت طولانی شده بود دیگه و باعث شده بود که نظر افکار عمومی رو جلب بکنه. حتی وقتی که کیت دوباره اومد از خودش یک ویدیوی منتشر کرد
اومدن خیلی از افراد سرشناس گفتن این کیک نیست، این ویدیو دستکاری شده و حتی بعدها خود دربارم قبول کرد که یه بخشی از عکسایی که از کیک اومده بیرون دستکاری شده و حتی گفتن این ویدیو با هوش مصنوعی درست شده، اصلا کیک زنده نیست. یه شایعه دیگه ای که خیلی خیلی خنده‌دار و بانمک بود، کیوت بود و حتی خود من باورم شده بود، این بود که میگفتن که پرنس ویلیام به کیت خیانت کرده، کیت متوجه این خیانت شده و برای اینکه این خبر رو در دسترس عموم و به خصوص رسانه‌ها قرار نده، پرنس ویلیام به دربار دستور داده برای جلوگیری از آبروریزی سلطنتی کیت رو بکشن و فعلا هم نمیدونن که چجوری این خبر رو در اختیار جهان بذارن. خیلی خبر شوکه کننده و خنده‌دار بود و من واقعا دیگه کم کم باورم شده بود که کیت زنده نیست. این حرف و حدیثا که آقا کیت زنده است، کیت زنده نیست، کیت کجاست، ادامه پیدا میکنه تا اینکه یک پاپاراتزی یک ویدیویی از کیت و ویلیام که در حال خرید و قدم زدن هستن و به صورت غافلگیرانه منتشر میکنه که خب توی این ویدیو همه چی نرماله، دست تو دست هم کیت و ویلیام رابطه عشق‌گانه‌ای دارن و کیت لباس ورزشی پوشیده، قشنگ داره راه میره و حالش هم کاملا خوبه و باعث میشه اون حواشی داغ، بازار داغش فرو بشینه. تا اینکه چند وقت پیش کیت یک ویدیو نامتعارف، از این جهت نامتعارف چون فضای ویدیو خیلی انتزاعی و سنت شکنانه است، از خودش منتشر میکنه که به نظرم این ویدیو واقعا میتونه الهام بخش همه بیمارهای سرطانی باشه که ان خیلی زود شفا بگیرن. تو این ویدیو میگه سلولهای سرطانی از بدنم بیرون رفتن، من سرطان شکست دادم و دوران شیمی درمانی تموم شده، تابستون سختی داشتم اما خدا رو شکرم که پاییز کنار فرزندانم و همسرم ویلیامم. اما تو همین ویدیویی که پر از عشقه باز یک حرف و حدیث گنده اومده بیرون که چرا توی این ویدیو پدر مادر کیت میدلتون حضور دارن ولی پدر مادر ویلیام حضور ندارن. آیا دلیلش این نیستش که واقعا ویلیام میخواد پدرش رو بزنه کنار به خاطر اینکه هم سالخورده است هم سرطان داره و خودش بشه پادشاه انگلیس و قدرت مطلقه رو به دست بگیره؟ رقیبی هم نداره، پرنس هری هم که از قدرت کناره‌گیری کرده و کیت هم داره با کمالگراییش میتازونه تا بشه ملکه انگلیس و بانوی اول. و خلاصه توی همین ویدیو هم حرف در اومده و این یکی از معایب بد افراد معروف و سلبریتی هاست. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه و تا آخر ویدیو با من همراه بوده باشید و تا ویدیو دیگه حواشی جنجالی سلبریتی های دیگه شما رو به خدا میسپارم. بدرود.